به نام خدا. سلام عرض شما همه عزیزان و دانش آموزان و دانشجویان گرامی، همراهان عزیز، اومدیم خدمتتون با یه قسمت دیگه از تدریس گرامری نیوز سطح اینترمدییت. توی قسمت یونیت 3 و یونیت 4 که هر دوش در مورد فرق و تفاوت‌های present continuous و present simple، یعنی حال استمراری و حال ساده توضیح میدن، همراهتونیم. بنده در ضمن سامان عبدالله هستم، مدرس زبان انگلیسی از کانال ساران انگلیش اکادمی. حتما توی یوتیوب کانال ما رو فالو داشته باشید، سابسکرایب داشته باشید تا از ویدیوهای بیشتر جا نمونید. خب بریم سراغ یونیت سوم. ببینید یه لحظه ببخشید. یونیت سوم گفته present continuous and present simple 1. compare. ببین تو دو تا جدول مجزاست، هم یکیش present continuous و یکیش present simple، اومده این دو تا زمان رو با هم مقایسه کرده. ببینید اولا یه مرور داشته باشیم از ساختاری که هر دوتاشون داشتن. ساختار present continuous این بود: subject plus to be plus ing، مثلا I am doing. ساختار present simple این بود: subject plus verb. میگه we use the continuous for things happening at or around the time of speaking. The action is not complete. میگه از حال استمراری زمانی استفاده میکنیم که در مورد چیزهایی که حول و حوش زمان حال. ببین این now یعنی زمان حال، اون زمانی که الان توشیم، یه چیزی که حول و حوش زمان حال در حال انجام شده، نه در گذشته نه در future. اما the action is not complete، اون اکشن هم تموم نشده، اون عمله هنوز تموم نشده و ادامه داره. ing یعنی استمرار پیدا کرد. در مورد present simple میگه we use the simple for things in general or things that happen repeatedly. ببین این چارت زمانی مونه، این future، آینده، now، اکنون، past، گذشته. تا اگه بگی I do یه چیز کلیه، یه thinking in general، یه things in general خودش گفته، یه چیز کلی، یه فکت، یه چیز حقیقی، یه قوانینیه که همیشه پابرجاست. or things that happen repeatedly، یه چیزایی که مرتباً هی صورت میگیرن، پشت سر هم صورت میگیرن. بیایم مثال های دو تا زمان رو بخونیم. اول از present continuous شروع میکنیم. ببینید یکی از مثالاش اینه که گفته the water is boiling be careful. the water is boiling، ساختار is plus ing اشاره به present continuous داره، یعنی معنیش اینه که میگه آب در حال جوشیدنه، مواظب باش، آب داره الان میجوشه، مواظب باش که نسوزی مثلا. اما در حال ساده این جمله رو چجوری گفته؟ میگه water boils at 100 degrees Celsius. آب در 100 درجه سلسیوس به جوش میاد. خب boil یعنی به جوش اومدن. پس یه فکتی رو داره میگه، یه قانونی که همیشه اینجوریه رو داره میگه. از present simple استفاده کرده. بعد مثال بعدی listen to those people. What language are they speaking؟ به اون مردم گوش بده، دارن با چه زبانی حرف میزنن. What language are they speaking؟ یعنی در حال حاضر around the time of now what language are they speaking؟ در حال و حوش زمان حال این چیزو گفته و دیده، الان داره حرف میزنن. اونم سوال کرده که اونا الان با چه زمانی داره حرف میزنن.
توی simple present گفته excuse me do you speak English. با speak گفته do you speak English. یه چیز کلی، مثلا اگه طرف انگلیسی صحبت کنه همیشه انگلیسی صحبت کرده دیگه، یا اگه نکنه هم همینطور، هیچ وقت انگلیسی صحبت نکرده. do you speak English یه سوال کلی. بعد در مورد present continuous میگه let's go out it isn't raining now. بیا بریم بیرون. it isn't raining now. بارون نمیاد الان، بارون نمیباره، بارون در حال باریدن نیست. در simple present چطوری گفته مثالو؟ گفته it doesn't rain very much in summer. it doesn't rain very much in summer. در بهار، در تابستون، summer یعنی تابستون، خیلی بارون نمیباره. یه فکتی، همه اینو میدونیم دیگه، تو تابستون ها بارون کم میباره. مثال بعدی گفته I'm busy what are you doing. من مشغولم، سرم شلوغه. what are you doing چیکار میکنی تو؟ در حال حاضر، در حال حاضر what are you doing در حال چه کردنی. اما در simple present چی گفته؟ گفته what do you usually do at weekends. معمولا آخر هفته چیکار میکنی؟ what do you usually do at the weekends. ببین کلی گفته at the weekends، نه مثلا weekends future، نه weekends گذشته، نه weekends مثلا یه ساعت این هفته، یه ساعت بعد، یه ماه بعد. کلا کلی گفته. مثلا عادت چیه؟ چیکار میکنه آخر هفته؟ سوالات کلی رو با simple present میگیم و چیزی رو که بخوایم در حال و حوش زمان حال بگیم و نشون بدیم با present continuous. میگه I'm getting hungry let's go and eat. I'm getting hungry. ببین increase یعنی بالا رونده، بالا رونده به تدریج. I'm getting hungry داره گشنم میشه. I'm getting hungry در حال حاضر کم کم داره گشنم میشه. I always get hungry in the afternoon. I always، این قید always رو نگاه کنید یعنی همیشه. get hungry in the afternoon همیشه بعد از ظهرها گشنم میشه. یه فکتیه، یه حقیقتیه. مثال بعدی Kate wants to work in Italy so she's learning Italian. کیت میخواد تو ایتالیا کار کنه پس داره ایتالیایی یاد میگیره. نه لزوما در حال حاضر، نه لزوما در موقع صحبت، بلکه مثلا از قبل شروع کرده، از یه ماه قبل، یه هفته قبل شروع کرده، یا یه سال قبل شروع کرده، الان هم داره میخونه ولی هنوز تمام نشده، در وسطاشه و داره اون کار رو انجام میده. Most people learn to swim when they are children. بیشتر مردم یاد میگیرن که شنا کنن. چطور شنا کنن؟ وقتی که کوچیکن. مثلا یه حقیقتی رو گفته، باز یه چیز کلی رو گفته. The population of the world is increasing very fast. مربوط به حال حاضر. The population of the world is increasing very fast. جمعیت جهان به سرعت داره افزایش پیدا میکنه. به سرعت داره افزایش پیدا میکنه در حال حاضر، تدریجی. ببین یکی از کاربردهای حال استمراری همین بود، یه چیزی تدریجی، یعنی اشاره به تغییر یا تغییراتی که شروع شده اند و آن تغییرات در حال اتفاق افتادن یا پیشرفت باشند. اینو حتما بنویسید. یکی از کاربردهای present continuous اینه، تغییر یا تغییراتی که شروع شده اند و آن تغییرات در حال اتفاق افتادن یا پیشرفت باشند. مثل همین The population of the world is increasing very fast. شروع شده این تغییر، در حال اتفاق افتادن الان داره بالا میره جمعیت جهان. Every day the population of the world increases. این بار با simple present گفته با increase. Increase یعنی بالا رفتن. Every day the population of the world
increases by about 2,000 people. 200,000 people. Every day the population of the world increases by about 200,000 people. یعنی هر روز جمعیت مردم جهان، یعنی هر روز 200,000 نفر اضافه میشه به جمعیت جهان. این یه فکته، خب یه حقیقته، هر روز اینه. every day خودش هم اینو آرده every day، این قید هر روز رو آرده. بعد چی میگه؟ میگه we use the continuous for temporary situations, things that continue for a short time. چی میگه؟ میگه از حال استمراری برای موقعیت‌های موقت استفاده میکنیم، چیزهایی که در مدت زمان کوتاهی به طور مداوم در جریانند. مثال I'm living with some friends until I find a place of my own. خب مثال بعدی You are working hard today. Yes, I have a lot to do. این مربوط به همون کاربردی که گفتیم، از حال استمراری برای موقعیت‌های موقت استفاده می‌کنیم. موقته. ببین I'm living with some friends until I find a place of my own. با چند تا از دوستان در حال حاضر I'm living. ببین around now در این محدوده. این چهارتا رو حتما تو ذهنتون تصویر سازی کنیم. I am living ING گرفته with some friends until I find a place of my own. در حال حاضر این روزها at the moment با چند تا از دوستان زندگی میکنم تا یه مکان برای خودم جور کنم. بعد مثال بعدی میگه You are working hard today. تو امروز داری سخت کار میکنی. در جا میگه Yes, I have a lot to do. بله چون خیلی کار دارم. You are working hard today. Now مربوط به now. بعد تو simple present چی میگه؟ میگه we use the simple for permanent situation. واسه continuous present continuous حال استمراری گفت for temporary situation. temporary situations یعنی موقعیت های موقت. temporary روش بالاش بنویسید موقت، موقعیت های موقت. اینجا تو حال ساده گفتیم که یه چیزای کلیه. ببین همیشه ادامه ده. واسه permanent situations یعنی از حال ساده استفاده میکنیم واسه permanent situation ها، به موقعیت های ابدی، همیشگی، دائمی. permanent ابدی، دائمی، همیشگی. بالاش بنویس. خب از حال ساده برای موقعیت های دائمی استفاده میکنیم، چیزهایی که مداومن و واسه مدت زمان زیادی ادامه دارن. مثلا My parents live in London. They have lived there all their lives. My parents live in London. They have lived there all their lives. یعنی پدر مادر من، والدینم live in London در لندن زندگی میکنن. در لندن زندگی میکنن. Permanent situation یه موقعیت دائمی، خیلی وقته، یعنی همیشگی اونجا زندگی کردن. They have lived there all their lives. این جمله رو تصدیق کرد. They've lived there all their lives یعنی کل زندگیشون رو اونجا زندگی کردن. مثال بعدی Joe isn't lazy. جو تنبل نیست. He works hard most of the time. He works hard most of the time. بیشتر اوقات یا همیشه سخت کار میکنه، سخت تلاش میکنه. از یه چیز کلی. اینجا هم گفته واسه اطلاعات بیشتر در مورد present continuous، در مورد present continuous برید یونیت 1 رو نگاه کنید. خب see unit 2 for more information. اگه در مورد present simple هم به مشکل برخوردی یا اطلاعات رو یادتون رفته، برید یونیت 2 رو مرور کنید. قسمت B یه نکته رو بهمون میگه، فرق I always do something و I am always doing something رو بهمون میگه. این هم یه نکته کنکوری هم میتونه توش باشه. کنکور و آزمون‌های آیلتس و آزمون‌هایی که مربوط به تست و اینا هست میشه تست ازش طراحی کرد.
ببین I always do something به این معنیه که I do it every time، من این همیشه انجامش میدم. خیلی ساده. I always go to work by car، همیشه با ماشین میرم سر کار. اما وقتی که بگیم I'm always doing something، I'm always doing something به این معنی که I do it too often or more often than normal، خیلی بیشتر از حالت طبیعی مثلا یه چیزی رو انجام میدی. اگه بگی I'm always doing something، مثال این خانم کلیداشو گم کرده، گفته I've lost my keys again، کلیدامو دوباره گم کردم. I'm always losing them، همیشه گمشون میکنم، همیشه گمشون میکنم بیشتر از حد نرمال، یعنی یه چیزی که مثلا آزارش میده I'm always losing them، بیشتر از حالت عادی گمش میکنم. I'm always losing them منظورش اینه I lose them too often، خیلی وقت یه بار، خیلی وقت ها خیلی وقت ها گمش میکنم بیشتر از حالت عادی or more often than normal، بیشتر از حالت عادی. اینجا هم گفته مثلا بیشتر Paul is never satisfied، پال هیچ وقت راضی نیست. He is always complaining، همیشه ناله میکنه، همیشه شکایت میکنه. به این معنی he complains too much، او خیلی شکایت میکنه بیش از حد نرمال. You are always looking at your phone، don't you have anything else to do، تو همیشه به صفحه گوشی نگاه میکنی و همیشه به گوشی نگاه میکنی، سرت تو گوشیته. Don't you have anything to do، کار دیگه نداری انجام بدی. این از این. بعد خب از همین مبحث شما ببین این تمرینات خیلی دیگه کلیشه‌ای شد، خیلی تکرارش کردیم بحث present continuous و present simple رو. این تمرینات مربوط به این دوتا رو خودتون حتما حل کنید. اما در مورد این نکته بیاین واسه اینکه مطلب رو بهتر بگیرید دوباره براتون توضیح بدم و چند تا تمرین حل کنیم. قسمت 4 میگه use always ing finish be sentences، یعنی جملات be a ها رو خودش گفته b ها رو خالی گذاشته، گفته b ها رو کامل کنید. use always ing، خب میگه از always با ing استفاده کنید. ببین I've lost my keys again، دوباره کلیدامو گم کردم. not again، you are always losing your keys، you are always losing your keys، همونی که گفتیم بیشتر از حد نرمال گمش میکنی. مثلا اگه به یه نفری کاری انجام میده، مثلا خیلی غذا میخوره یا مثلا خیلی میخوابه، بهش میگی you are always eating، you are always sleeping، یعنی بیشتر از حد نرمال همیشه خوابی. خب اینجوری بهش میگی. بعد شماره 4 رو حل کنیم. Oh I've left my phone at home again، باز دوباره گوشیمو تو خونه جا گذاشتم. طبق معمول. You're always leaving your phone، you're always leaving your phone، leave یعنی جا گذاشتن. خب اینم از این یونیت 3 رو توضیح دادیم، تکرار تمرین فراموش نشه. بریم یونیت 4 که بحث present continuous و present simple رو تموم کنیم. ببینید تو یونیت 4 چی گفته؟ یونیت 4 میگه we use continuous forms I am waiting it's raining و این continuous ها، این ساختار حال استمراری for actions and happenings that have started but not finished. اینو تو یونیت 1 هم گفتیم. یکی از کاربردهای حال استمراری اینه که یکی از کاربردهای present continuous اینه که یک کاری شروع شده ولی هنوز تمام نشده. Some verbs for example know and like are not normally used in this way. You don't say I am knowing they are liking، we say I know they like. فهمیدید؟ پس بعضی از کلمات که بهشون میگن state verb
بعضی استیت ورب ها خودتون میدونید دیگه، استیت ورب ها ING نمیگیرن. ببین ما دو نوع چیز داریم، افعال داریم، افعال استیت و افعال اکتیو. افعال استیت افعالی هستن که شکل خود رو تغییر نمیدهن، یعنی ING نمیگیرن. انواع هم داره، انواع استیت ورب مثلا افعال حسی مربوط به امور تفکر و عقاید، خب مثل believe، مثل suppose، مثل remember، مثل mean. اینا افعال حسی مربوط به امور تفکر و عقایدن که چیزن استیت وربن، ING نمیگیرن، خیلی کم ING میگیرن. مثلا شما خیلی کم میبینی که بگن believing، supposing، remembering، meaning. اینا رو خیلی کم میبینی. چرا؟ چون اینا استیت ورب هم. استیت ورب هم چی بودن؟ افعالی هستن که شکل خود رو تغییر نمیدن، ING نمیگیرن. خب این از استیت ورب ها. این بخشید از افعال حسی مربوط به امور تفکر و عقاید که یکی از انواع استیت ورب ها بود. انواع دیگه هم داریم، مثلا افعال حسی مربوط به احساسات و عواطف. خب emotion ها مثلا love، like، need، prefer، hate، dislike، envy، amaze. اینا باز استیت وربن و ING نمیگیرن، یعنی نمیشه این افعال رو در present continuous استفاده کرد. بعد افعال حسی مربوط به حواس پنجگانه هم نمیشه توی زمان present continuous ازشون استفاده کرد. مثلا بگی it is tasting good. taste یعنی مثلا مزه دادن، بگی it is tasting good، این غلطه، جمله غلطه. باید بگی it tastes good، این مزه خوبی میده. taste is good. it is smelling غلطه، باید بگی it smells. it is feeling غلطه، باید بگی it feels. حالا درسته که مثلا تو شما بعضی جا دیدید مثلا گفتن I am feeling bad. خب بعضی از استیت ورب ها بسته به شرایط ممکن است یا حالتی محسوب بشن، یعنی همون استیت ورب باشن یا اکشن باشن. خب مثلا عنوان مثال love یعنی عاشق شدن یا دوست داشتن، میگه I'm loving this party، یعنی به صورت تدریجی حلوهاش زمان حال I'm loving this party. love state عنوان state اگه بگیم I love you، خیلی ساده. حالا این مربوط به گرامر ادوانس میشه، بیشتر اینا رو توی English Grammar in Use سطح ادوانسش میخونید. لازم نیست همه اینا رو توی این سطح بدونید. انشالله اگر رسیدیم به اون موقع و اون زمان اینا رو براتون توضیح میدیم. همین رو بدونید که این جملات، این افعال نمیشه از present continuous استفاده کنن، یعنی ING نمیگیرن. مثلا مثال نگاه کنید، گفته I'm hungry، I want something to eat. نه I'm wanting غلطه. want یه استیت ورب، یعنی حالت و وضعیت رو نشون میده، پس ING نمیگیره. این رو یادتون باشه، استیت ورب ها ING نمیگیرن، ولی اکتیو ورب ها یعنی بخشید اکشن ورب ها ING میگیرن. Do you understand what I mean? Anna doesn't seem very happy right now. یعنی خیلی خوشحال به نظر نمیرسه در حال حاضر آنا. think قسمت B در مورد think ببینیم چی گفته when think means believe or have an opinion we don't use the continuous. میگه وقتی که think با عنوان باور داشتن یا نظر داشتن به کار برده میشه و معنی داده میشه، نمیشه ING بهش داد، نمیشه در زمان حال استمراری ازش استفاده کرد. مثلا I think Mary is Canadian.
I think. این think اینجا معنی باور داشتن رو داره. I think Mari is Canadian. باور دارم مثلا ماری کاناداییه. But I'm not sure. I'm not sure. ببینید همون چیزی که گفتم، این افعال state و action بسته به شرایط ممکن است جزء افعال state یا action باشن. خب یعنی بعضی موقع ing بگیرن، بعضی موقع نگیرن. همین think رو مثلا اینجا استثناء داریم. خب همین think رو اینجا استثناء داریم. بعضن اگه به این معنی باشه، به معنی believe و have an opinion باشه، یعنی باور داشتن و یه نظر داشتن باشه، اصلا ing نمیگیره. What do you think of my idea? در مورد نظر من چی فکر میکنی؟ What do you think of my idea? به این معنی what's your opinion? What's your opinion? اما ببین when think means consider, the continuous is possible. وقتی که think به معنی در نظر گرفتن باشه، در نظر consider یعنی در نظر گرفتن، اگه think به معنی consider باشه میشه ing بهش داد. مثلا میشه گفت I'm thinking about what happened. I'm thinking about what happened. Nikki is thinking of giving up her job. نیکی در نظر داره شغلش رو ول کنه. I'm thinking about what happened. دارم بهش فکر میکنم که چه اتفاقی افتاد. I often think about it. خب پس اگه think به عنوان به معنی consider بود، میشه از ing دارش استفاده کرد. قسمت C میگه این افعال see, hear, smell, taste, look, feel، این افعال حسی هستند، حواس پنجگانه. خب میگه we normally use the present simple not continuous with see, hear, smell, taste. see, hear, smell, taste. اما look و feel رو نگفت. ببین look و feel رو میشه ing دارم کرد، اما taste, smell, hear و see معمولا ing نمیگیره، همیشه به عنوان فعل ساده و state verb به کار برده میشه. مثلا do you see that man over there؟ اون مرد رو میبینی. the room smells، اتاق بو میده. نمیگیم the room is smelling، یعنی مثلا بگیم اتاق در حال بو دادنه، نه این غلطه. the room smells، اتاق بو میده. let's open a window، بذار یه پنجره رو باز کنیم. this soup doesn't taste very good، این سوپ مزه خوبی نمیده. اما گفتیم که look و feel فرق میکنه. you can use the present simple or continuous to say how somebody looks or feels. میگه شما میتونید هم از حال ساده هم از حال استمراری با افعال look و feel استفاده کنی برای اینکه بگی مثلا یه نفر چطوری به نظر میرسه یا چه احساسی داره. خب مثال رو ببینید، با مثال بهتر متوجه میشی. ببین you look well today، you look well today، امروز خوب به نظر میرسی. ببین با حال ساده گفته، ولی میتونیم ing دار و با present continuous هم این جمله رو بگیم you are looking well today، you are looking well today. خب این ساختار رو حفظ کنید. you are با looks و feel میتونیم بگیم که مثلا یه نفر چطوری به نظر میرسه با present continuous. how do you feel now؟ الان حست چطوری؟ چه حسی داری الان؟ or how are you feeling now؟ how are you feeling now؟ در لحظه، در همون لحظه چه حسی داری؟ اینا معنیاشون مثل هم. خب بیشتر حفظیات بگن این که look و feel استثناء هستن، به معنی به نظر اومدن. قسمت دی am, is, are, being. ببین you can say he is being، you are being، to say how somebody is behaving now. خب
قسمت دی به این کاربرد اشاره میکنه که از حال استمراری برای رفتار کردن یک نفر در زمان حال استفاده میکنیم با این ساختار to be plus being. مثلا I can't understand why he is being so selfish. نمیتونم بفهمم چرا او اینقدر خودخواهانه عمل کرده، اینقدر خودخواه شده. He isn't usually like that. معمولا اینجور نیست. Being selfish، ببین گفت he is being so selfish. Being selfish به این معنی که behaving selfishly نه، یعنی در حال حاضر خودخواهانه رفتار میکنه. The path is icy. مسیر یخ زده است. Don't slip. مواظب باش مثلا نیافتی، نلغزی. Don't worry. I am being very careful. یعنی I am behaving carefully. یعنی رفتارم در حال حاضر جوریه که مواظب خودمم. I am being very careful. مواظب خودمم. مقایسه کنید. Compare، مقایسه کنید. He never thinks about other people. او هیچ وقت در مورد افراد دیگه فکر نمی کنه. He is very selfish. He is very selfish. خب میتونیم اینو اینجوری میگم. He is selfish generally, not only now. He is selfish به این معنی که اون کلی اخلاقش اینه، عادتش اینه، رفتارش اینه. اما اگه بگیم he is being selfish یعنی الان داره خودخواهانه عمل میکنه. He is being selfish. مثال بعدی میگه I don't like to take risks. دوست ندارم خطر کنم، ریسک کنم. I'm a very careful person. من یه آدم محافظه کارم، همیشه مواظبم. خب مثلا اینجا گفتیم طرف گفت I'm being very careful یعنی در حال حاضر مواظب خودم، الان این رفتار رو دارم. I'm being very careful مواظب خودم. اما اینجا گفته I am a very careful person. این کلیه، عادت، یه فکته. simple present گفته. پس فرقش رو حتما چند بار خودتون مرور کنید، مثال بنویسید برای خودتون، از تمرینات استفاده کنید. we use am, is, are, being همونی که گفتیم to be plus being to say how a person is behaving. همون چیزی که گفتیم doing something they can control now. خب حالا اینو بهش اضافه کرده. میگه از این ساختار استفاده میکنیم برای اینکه بگیم یه فرد در حال حاضر رفتارش چجوریه، چجوری رفتار میکنه در حال حاضر، یا اون چیزی که انجام میده میتونه کنترل کنه. It is not usually possible in other situations. مثلا تو بعضی از موقعیت هایی که طرف نمیتونه کنترل کنه تو نمیتونی از حال استمراری استفاده کنی. خب مثالشو بخونیم. Sam is ill. Sam مریضه. Not Sam is being ill. Is being ill غلطه. خب Sam is ill. Sam مریضه. Is being ill در دست چیز نیست، در دست سم نیست. مثلا مریض بودن خودش. مثلا اگه طرف سم یه رفتاری رو انجام میداد، مثلا سم is being so talkative. is being so talkative یعنی سم در حال حاضر داره پرحرفانه عمل میکنه، رفتارش پرحرفانه است. is being selfish یعنی سم در حال حاضر خودخواهه، یعنی خودخواه داره رفتار میکنه. سم میتونه اون چیز رو کنترل کنه، همون جوری که گفته اینجا میشه doing something they can control now. خب Sam is ill. سم مریض بودن رو نمیتونه کنترل کنه. ایل در دست مریض بودن در دست سم نیست و نخواهد. پس simple present استفاده میکنیم. مثال بعدی are you tired. are you tired not are you being tired. are you being tired غلطه، چون خستگی در دست سم، اون طرف، حالا سم نیست اینجا، طرف نیست. خب are you tired از کنترل اون خارجه، یه سوال. خب این از این.
حالا یه چند تا مثال هم حل کنیم و دیگه ویدیو رو ببندیم. ببین میگه این مثلا خیلی مهمه، این جدول خیلی مهمه، حتما حلش کنید. شماره 2 تمرین 1 خودتون حل کنید. تمرین 2 ببین این جملات رو در هم بر هم ریخته، تو باید مرتبش کنی و به شکل گرامری درست درش بیاری. ببین گفته you don't seem very happy today. You don't seem very happy today. امروز خیلی خوشحال به نظر نمی‌رسی. شماره 2 این زنه به این آقای گفته are you okay؟ حالت خوبه؟ You look worried. نگران به نظر می‌رسی. I think. حالا چی میتونه اینجا نوشته بشه؟ همون I think ساده یا I'm thinking. I think خیلی کلی، مثلا I think مثلا معنی پیدا میکنه، من فکر میکنم، مثلا در مورد چی فکر میکنی؟ باید بگی I'm thinking. I am thinking. من در حال فکر کردنم، در حال حاضر. اینجا گفته who this umbrella belong to. باید به شکل درست گرامری بنویسیمش. باید بگیم who does this umbrella belong to. Who does this umbrella belong to. یعنی does رو اینجا نیاورده، باید does رو بیاریم که به جمله سوالی تبدیلش کنیم. میگه These smell good. آیا بچه ها درسته بگیم که This is smelling good؟ نه، درست نیست. smell از اون دسته از افعال بود که ing نمیگیره و در حال استمراری به کار برده نمیشد. میگیم This smells good. خب شماره 5 میگه excuse me anybody sit there. به یه جمله سوالی با ساختار گرامری درست باید تبدیلش کنیم. anybody sit there چی میشه؟ باید بگیم اولا تو حال ساده، ببین حال ساده، حال استمراری، اولا اینو باید با حال استمراری استفاده کنیم، از حال ساده نباید استفاده کنیم. حال استمراری باید بگیم is anybody sitting there. Is anybody sitting there. حال استمراری، هیچ کسی در حال حاضر مثلا اینجا رو گرفته. These gloves not fit me. These gloves not fit me. They are too small. مرتبش کنیم. باید بگیم These gloves doesn't fit me. These gloves doesn't fit me. خب دوستان این هم از تمرینات دیگه رو حتما حل کنید، چندین بار مرورش کنید تا ملکه ذهنتون بشه. این از مبحث present continuous و present simple که گفتیم همش رو و تو این دو یونیتی که خوندیم در چند بخش به مقایسه present continuous و present simple پرداخت و بعدش هم اومد این افعال رو گفت که با present continuous نمیان و ing نمیگیرن. بعد در مورد think گفت، بعد افعال حسی رو گفت به غیر از look و feel که اونا میتونن بسته به شرایط در صورتی که بگیم یه نفر چطور به نظر میرسه ing بگیرن. بعد ساختار am و is و are being یعنی to be plus being به معنی رفتار کردن یه نفر در حال حاضر خواهد بود. چند تا تمرین هم حل کردیم و دوستان این هم از این. امیدوارم که نهایت استفاده رو برده باشید. خسته نباشید بهتون میگم. تا یه ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.